آقا هلو گایز برای چطورین؟ خوش اومدید به یه ویدیو خیلی خیلی خفن به همراه امیر بیگمن. بچه همین بازی گنگ بیست فقط تک نفرش رو قراره بریم براتون. تک نفره امیدوارم خوشتون بیاد. تک نفرم خیلی جالبه. لایک کنید، سابسکرایب، زنگوله رو بزنید که از استریم و اینجور چیزای من با خبر بشید. و اینکه اگرم این کار رو انجام ندادید من فقط میخوام شما خوشحال و خندون باشید. Let's go! خب بچه ها ما اینو بذاریم. آقا یه دست میذاریم. نه 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 بی 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 عجیبه. بدبخت شد. میخواستم بذارم رند ولی نشد دیگه. آقا بیا بازی کن. بیجه ببینم پشمام نمیدونستم با بیجه ای ببخشید دیگه این کار انجام نمیدم. فکر نکن. بیا اینجا ببینم چی گفته. من مادرتو انداختم خودتم میندازم. به نزدیک بود منو بزنی یا آره بدون بشی سر جات دیگه بچه. اصلا ما رو خورد میکنه. بچه من نگاید نگفتم به دل باید بیگرفتی. خب اینو میذاریم رندو. ای بابا وای چرخ گوشت اومد. من به چرخ گوشت. ای بچه موسمه. سلام. خب اینجا اول ببینم کدومتون بیهوش میشید. بیهوش شو. نه ببخشید دیگه بیهوش نمی کنم. نه چی گفته؟ بیا بیهوشید کردم. ای داره میره تو چرخ گوشته. رفت. برو. شانس منو میبینی؟ بچه منو بیهوش کرد. بخواب ول کنید منو بابا. بیا جلو بیا جلو. بخواب. بچه ها من خیلی داخل این بازی پروام. خب خیلی داخل این بازی پروام. فکر نکن. امیدوارم شما هم پرو بشید. بله همونطور که میدونید من خیلی پروام. اگر دوست دارید میتونید پرو بشید. اول من هیچ کس به پای من نمیرسه. من خیلی پروام. داشتی صدا عروسانندیامه فندق زیرون از ویدیو ها ممکنه بذارمش. نی بابا اون طرف. بابا اینا چقدر پروان. بچه اگه صدا اذیت میکنه بابا بچه منو بیهوش کرد به تنهایی. واقعا برای مادر متاسفم. نگاه کیو گرفتم. کسی که بیهوش نشد ولش کن. همینو میندازم. ای وای راه پله رو انداختم بچه. نه ببین بندازی خوددانی دیگه باید دوست نمیشم. آفرین. حالا بیا اینجا با هم بازی کنیم. عمویی بازی کنه باهات. گوله همه حرفا رو بخوری. امیر رو نگاه کن نمیزنه. میاد فقط باهاش بازی کنه. عمویی بیا اینجا. آفرین.
ولی مامانی میخواد بره اون داخل بازی کنه. نه میخواد بره چای بخوره. چای آره برو داخل چای بخور. بابا اینو بشکن دیگه. چند باره دارم میندازم میره رو شیشه. حالا اگه من بودم درجا شیشه با همون میترکید. عمویی دوست دارم. به این مامانی نباید چای بخوره. چای برای مامانی مضره. خب تو برو داخل چای. دیدی گفتم تا من برم درجا شیشه میشکنه. گفتم آقا ناعادلانه است. قبول ندارم. آقا برو بریم این دست رو میخوام به عشق بچه ها ببرم. میخوام به عشق شما ها ببرم. شما ها گل آخه به هر من اینجا دوباره بیام. روف باید بونو کنه عمویا. بچه الان تو چیزای دیگه بگید اگه مثلا خواستم پارت بذارم این بازی رو. بگید با موس کار کنم یا با کیبورد که صدا نیاد. بگید آخه به عشق خودم میخواستم این دست براتون ببرم. خب نشد. چرخه گوشم خوبه ولی برای من که خیلی پرم به درد میخوره. حالا یا میبینی زارد میبینی پرویت روش. البته من تمام مدت داشتم از این بچه کتک میخوردم. نگو بچه از حالت بیهوشی الان در میاد. تا من اینو بغلش میکنم از حالت بیهوشی در میاد. بابا بچه ماسکی زدی اومدی دو. بذار با همین کار کنم صدا نیاد فعلا. بخواب بچه بچه منو میخوابونه. میگم بخواب بچه به درد نخور. بیا این طرف. او ماشالله. نه بای امباپه پاسکاری قشنگشون. امباپه فرانسه برگشت. بازی میشه 2-2 مساوی.